بچه ها سلام، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من، یه ولاگ دیگه با من. امروز روز تعطیله، داشتیم میرفتیم بیرون. گفتم که خب چه بهتر که از امشب بگیرم و فردا کار خاصی هم نداریم، ولی در کل حالا مثلا یه لب بیچی بخوایم بریم، شاید من یه پروژه یه ساعت فردا داشته باشم و اینا. گفتم با مزه است که ولاگو شروع کنم دیگه. خلاصه اینم تیپیه که زدم ناناسی اینجا همون قشنگ کجا بهتره، جای خاصی رو در نظر نداریم ولی یه دو سه جا هست سرچ بکنیم ببینیم کدوم با مزه است، بریم اونجا. بریم. خیلی وقت بود ولاگ نگرفته بود. صداش عجیب بود. اصلا یادم رفته چجور باید ولاگ بگیرم. شوخی میکنم. خیلی حس غریبیه. نمیدونم چرا نگرفته بودم، با اینکه خیلی این مدت شروع بودم، یعنی اصلا انقدر پروژه‌های مختلف و عجیب غریب داشتم. البته شاید به خاطر اینه که چون خیلی پروژه‌ام تو شرایط سختی بود، یعنی پروژه‌ام اینجوری بود که همش آوتدور بود و همش خیس می‌شدم، هی باید لباس عوض می‌کردم، تو شرایط سخت بود دیگه. خلاصه واسه همین، یعنی اگه استودیو باشه خب راحت‌تر می‌تونی ویدیو بگیری، واسه همین دیگه نتونستم بگیرم. بیشتر از این نمیتونستیم تو مال بیا. اینقدر دور بود. نمیدونید چقدر پیاده روی کرد. منو میبینید؟ بچه هنوز نرسید. فقط دارم راه میرم از اول بلاک. نرسیدیم به اینجاست. بعد از 1 رو پیاده روی رسیدیم. الان ویو رو بهتون نشون میدم. آقا سلام، امروز صبح روز فرداه، داریم میریم بیچ کلاب. گفتم من یه میکاپ بیچی بزنم و ضد آفتاب و ببینیم چی پیش میاد. احتمالاً چند تا دوستامون هم بیان پیشمونو.
بچه‌ها کافی صبح خوردم ولی اونجوری که باید بهم حال نداد. امیر فرستادم بره یه کافی دیگه بگیره. معتاد واقعا. ببینم شما هم عینک آفتابی میزنید نمیبینید؟ من همش از بالاش بابا. من یکی از دلایلی که عینک اینجوری چی میگن صفحه رنگی انتخاب کردم که بتونم ببینم، ولی سخته برام اینجوری اینجوری. این بالا شهر خیلی سخته. یارو داشت خودش طلا سازه نمیتونه. وای اینجا عروسکه خیلی خوشگله. گرمه ها. حالا الان درجه رو نگاه میکنم بهتون میگم ولی سکتم. وای همین الان احساس کنم همه جام داره میسوزه. روغنه رو آوردین؟ بریم تو آب ذره خنک. سکته کردم و گرما. ما رفتیم حسابی آب بازی کردیم، مردیم. حالا داریم فکر میکنیم چی بخوریم نهار. امیر چی بخوریم؟ من میگم بریم این سینماهای گریل بگیریم با رژیمی دیگه قاعدتا. آره بچه ها من از اونجایی که رنگم داره میره، چون من دیگه از وقتی هوا چون خیلی گرم شده اینجا و اصلا نمیشد بری آفتاب بگیری، در همین حد که حالا تو پروژه جایی زیر آفتاب باشم و چه میدونم استخری برم و اینجوری نبود که بخوام آفتاب بگیرم دیگه. الان گفتم قشنگ بخوابم یه ذره رنگم برگرده چون خیلی خوشگل شده بود. من چون برای کسی که نمیدونن سفید ترین بودم دیگه، بعد الان یه بیس خوبی گرفتم رو همه لباسا خیلی خوشگل میشه. کوچولو بخوابیم. ببخشید من معذورم نمیتونم همه چی بهتون نشون بدم. فقط این زاویه منو داریم. حالا یه کم پیش داشتم میگفتم غذای رژیمی، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که غذای ایرانی بخوریم. ولی خب اونم میتونیم غذای اینجا میتونیم غذای ایرانی سالم بخوریم مثل ملغ. ببینیم چی میشه. قد آب بازی کردم جونی یه برام نمید. آه چقدر خوشگل بود. خدافظ. بریم غذای ایرانی بخوریم. باحاله. ما کجا بودیم؟ اصلیه ما اینجا بودیم. دو ور داره، یه ور این ور آب بازی داره، یه ور این ور آب بازی داره. بچه‌ها ما اومدیم رستوران ریباس، رستوران ایرانی. غذای ایرانی بخوریم. اینجا محیطش هم
هدیه قرمه تبدیل از آن سورپرایزه. بیاد میبینیم. وای عاشقشم. غذای مورد علاقم. وای عاشق مرغ ناردونی هم. بچه‌ها ما آماده شدیم داریم میریم باشگاه. کی باورش میشه ولی میریم برای بوکس. یه روزایی میریم امیر به من بوکس تمرین میده دیگه. باشگاه خونه هم نیست، میریم باشگاه 7 خیلی جای باحالیه. حالا میگم خیلی خسته بودیم میخواستیم بریم بخوابیم دیگه، گفتم که ولش کن بذار روز پروداکتیوی باشه بریم ورزش. یه لباس پوشیدم آماده شدم، برو بریم. بچه داریم میریم. من خوابم یعنی اصلا نگم چشامو به زور نگه داشتم بعد دیگه گفتم بریم بهتر از نرفتنه. بوکسمو زدم تازه شروع کردم. چند وقته که با امیر میایم. اگه تو دبی هستین میخوایم بوکس کار بکنید امیر هست، خیلی خفنه. یعنی واقعا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین از بدنسازی خیلی باحال‌تره. اگه تو بدنسازی حوصله‌تون سر میره حال ندارین، این خیلی هم بیشتر چربی سوزی داره هم خیلی فانتره دیگه میدونی. خلاصه که راضیم. خوابم پرید حسابی. یه جام ناخونم برگشت تو گوشتم ولی ناخونم بلند بود برای چین کار، ولی خیلی حال داد. یعنی اصلا عاشقشم. اومدم دوچرخه بچه‌ها. در اینجا رو دیگه برم دیگه بریم یه غذای پروتئینی بخوریم دیگه. واقعا من فکرم تخم مرغ پز بخورم چون یه غذای ایرانی هم خوردم خیلی بد بود. از وجدان گرفتم ولی حسابی سوزوندم. راضیم از خودم. بریم خونه. مرده شدم. ببین واقعا مرد داشتم رفتم شدیم. واقعا مردم. جونی برام نبود. آب بخورم. بچه‌ها من رفتم همون مردم، یعنی از خستگی مردم تا موهامو خوش کنم و اینا کلی طول کشید دیگه. الان یه روتین پوستی کوچولو انجام بدم و من دیگه میرم میخوام و من فردا شما رو میبینم. بچه ها صبح بخیر. امروز پس فرداه اون روزیه که دیدین، چون که من دیروز دیگه
هم چیل بودم و باشگاه رفتم و کار خاصی نکردم، ولی الان دارم میرم پروژه. گفتم که روز عکاسیمم بهتون نشون بدم. یه کوچولو دوره راهش، فکر کنم 40 دقیقه‌ای تو راهم و نمیدونم اصلا واقعیت پروژه چیه. فکر کنم برای بیوتی فیس، نمیدونم چیزای ورزشی بهم گفتم بیرون و اینا، ولی بریم ببینیم چی میشه. قیافه پوفی. آره متاسفانه بیرون رو داریم بچه. ایران یادت نمیاد؟ ایران شما کار میکنی؟ من تازه اومدم اینجا. آره من یه سه من عمده کارم خوشگه بچه. اینجا اومده بودم قبلا. This will be the set number 2. بچه برای برند کلاژن برای پوسته. یه ذره حالا پوست منم ریخته بیرون. اومدیم اینجا عوض کنیم ببینیم لباسمون رو عوض کنیم. برای 2 تا ست داره، هم بیرون داره هم تو. حالا دهنم سرویس دیگه چون هوا گرمه خیلی، ولی اوکی گستری میگیریمش. خب من ست پلا باش. بچه من ست ورزشیمو پوشیدم، بعد الان بریم تو یوگا و اینا. بعد صبح که پا شده بودم داشتم می‌خواستم قور بزنم که وای نمیخوام برم خستم و اینا. بعد یهو یادم افتاد که من مدرسه نمیرم و اینجوری بودم که بس خدا رو شکر کنم. یه دلیل برای شکر کردن خدا. واقعا این مدرسه کابوس من بود. بچه یه ذره پوستم هم داره چیز میشه، مرطوب میشه، چون اینجا خنک نیست اصلا، یعنی در حد اوکیه. بچه کولر رو پیدا کردم. هنوز نرفتیم بیرون، من گرمم. بچه جایی که باید باشیم متا اینجا. First I close my eyes, then when I take a shot, بچه شاتو گرفتیم. خیس عرق، یعنی اصلا نگم بچه وضعیتی دیگه. کلن 2 تا سته، 2 تا شاته. شات اول رو گرفتیم، الان داریم لباس عوض کنیم، پیرم بپوشیم برای شات بعدی. خیس خالی هم نمیدونم چجوری نشون بدم. بچه های یوتیوب اون وسط بین شاتمون یه ذره اینجوری استراحت کنی. وای خیلی حال میده. خیلی ریلکس. شوتینگ امروز ریلکسینگ بود، یوگا بود. قشنگ الان چشماتو ببند. درست داریم؟ آره
من نور بهتره. اینجا نور زدن ولی این زدن لا حيصير يعني حيصير صيدلات من كلامه لانه رح تطلع بالاي اي خلص اتس فاين هاي انت Are you sure? Okay. نایس. مثلا تموم شد. اولین پروژه بود که هیچ میکاپی نکردیم. مثلا بدون میکاپ دارم برمیگردم خونه. ببین بیرون آتیشه. یعنی از این گرم‌تر نمیتونه باشه واقعا. چرا بدیم منزتون بگیر. بدون این یا با این؟ بچه اینجا یه پیتزا فروشی معروفه. میدونم نباید پیتزا میخوردم ولی دیگه خیلی گشنم بود. Don't judge me. گشنم بود نمیتونستم. ولی اینو که بخوریم حالا 2 تا گرفتیم. اونقدر فکر نمی‌کنم سیرم بخورم. اینو که بخوریم میرم باشگاه میرم. میرم رو ترد می‌سوزونمش. فکر کنم 2 تا بسته برام اومده. اونا رو براتون آنباکس میکنم. بچه 2 تا کلن گرفتیم بعد همونم نصف کردیم. بچه دون جاج آس واقعا چون ما میریم الان اینو میسوزونیم رسما میرم باشگاه میسوزونمش و فکر نمی‌کنم با 2 تا قاچ من عاشق پیتزای لاغر یعنی پیتزا ایرانی دوست ندارم. اصلا ایرانی به نظرم سطحیش میزنه. بچه غذا رو خوردیم اومدیم همه موهاشو بزنه برای چسب دماغ گذاشت. من نشستم اینجا منتظر. اومدیم خونه لباس عوض کردیم بعد تصمیم گرفتیم بریم استخر. جیم رو نمیرسیم بریم چون که شبم یه جا دیت نایت داریم که شما رو خودم میبرم واسه همین یه چیلی کنیم. الان بریم یه آبتنی بکنیم بعد دیگه چیل کنیم چون من دوباره فردا صبح زودم عکاسی دارم دیگه خسته میشم خیلی. واسه همین من دیگه برم الان استخر بیام دوش بگیرم چیل بعد بریم بیرون رستوران. عذاب وجدان اجازه نداد و ما یه سر جیم اومدیم ولی فقط شکم زدیم چون اصلا لباس جیم نپوشیده بودم دیگه. الان میریم استخر. ولی دارم آماده میشم که بریم دیت نایت. خیلی یهویی و رندوم. خیلی نمیخوام میکاپ عجب کنم. یه چیز ساده در دیگه یه کوچولو یه جونی بگیره صورتم چون که بعد باید بیام زود پاکش کنم بخوابم. فردا پروژه دارم صبح زود.
حالا من فکر کنم دیگه تموم کنم این ولاگو امشب، یعنی تموم میکنم قطعا، ولی 2 روز 2 تا پروژه با مزه دارم، فردا و پس فردا، که فکر کنم لوکیشنش خیلی خوشگل باشه. حالا احتمالاً اونم براتون ولاگ بگیرم یه 2 روز. بس یه ایده ویدیوی دیگه هم تو ذهنم هست که منتظرم یه سری بسته و اینا قراره برام برسه، منتظرم اونا که رسید بعد براتون بگیرم. نور دستشویم خیلی بده. یه دونه لایت سفارش دادم ولی از اینایی که بس سر همش کنم با هم دیگه بعد وقت نکردم از اون موقع. حالا اینو با هم دیگه وصل کردم، کارشو کردم دیگه. منو قشنگ با نور خوب میبینی. این نورش از بالاه و اینجوری خط میداد واسه همین آدم هیچ جوره خوب نمیافته. این ذره ابروم بشاش یه جوشی دارم اینجا. کلا در صورت خیلی ریز ریز ریخته بیرون. فکر کنم به خاطر اینه که کره نه خود بادوم زمینی و این چند وقت دارم به عنوان اسنک میخورم. فکر کنم باید استاپش کنم نه بعد که بخورم، چون که همش داره باعث جوش میشه برام. حوصله میکاپ زیاد ندارم. از این شاین لالایی ها ببین و تمام. این شد از میکاپ من. ایزی پیزی، ساده ناناسی. حالا برم چند تا عکس میکنم بگیرم. لباسم اینه، چیز خاصی نیست. از نهار به بعد دیگه هیچی نخوردم، فقط آب، که اونجا هم چیز بدی نمیخوام بخورم، به خدا قول میدم. به خودم البته اول از همه. یه چیز ساده در حد سالادی چیزی و دسرم که هیچی و دیگه برگردیم. کار کنیم. هم اسمش چیه سراغ تو میگیرن ازم. بچه این رستوران مورد علاقه من و امیره، خیلی زیاد میریم اینجا چون که هم غذاش خوبه، فضاش خوبه. بیرونش الان بسته ولی خیلی گوگلیه دیگه. خیلی هزاران بار اومدیم اینجا. و این بود از 2 روز شلوغ و پروداکتیو با من.
و فکر کنم همینجا ولاگ رو تموم میکنم و من شما رو توی ولاگ بعدی میبینم.